درود به همه اونایی که سال 2024 همراه جی تی لم بودن. امروز اومدم با پارت 2 لایو اکشن سیکرت لول. اگه پارت 1 رو ندیدی میتونی از اینجا یا اینجا ببینی. قسمت 9 کامپنی ویکیپ. این قسمت از بازی علمی تخیلی The Outer Worlds الهام گرفته شده و درباره آموسه، یه کارگر ساده برای اینکه عشق قدیمیشو بتونه دوباره ببینه، حاضر میشه سابجکت آزمایشی یه شرکت داروسازی بشه. مثل بازی اصلی، داستان این قسمت هم با یه نگاه ضد سرمایه‌داری جلو میره و حسابی به سودجویی شرکت‌های داروسازی طعنه میزنه. آنتیکلو که تو فیلم بهش اشاره میشه، عنوانی که به بهترین دانشمند شرکت میدن و یه اسم آشنا برای همین طرفدارای د اوتر ورلدز. تو بازی دستگاه فروش داروهای این برند رو همه جا میبینید. آنتیکلو زیر مجموعه شرکت داروسازیه، ولی بیشتر به خاطر آزمایش‌های غیر انسانیش بدنام شده. این شرکت رقیب اسپریس چویس، یه برند دیگه که محصولات ارزان‌تر تولید میکنه. هر دو شرکت توی مسابقه بی‌پایان برای پایین آوردن هزینه‌ها و بالاتر بردن سود دست به هر کاری میزنن. تو بازی آنتیکلو به عنوان یه جناح یا فیکشن معرفی میشه با یه ارتش کوچیک برای حفاظت از خودش، ولی اطلاعات زیادی از ساختار یا نقشه‌هاش نمیده. توی سری سایت کوئست با یه دانشمند به اسم آنتون کرین آشنا میشید که داره روی خمیردندون کار میکنه. البته مشکل این خمیردندون اینه که عوارض جانبیش باعث نابینایی میشه، ولی به جای اینکه مشکل رو حل کنن، شرکت بیشتر دنبال اینه که طعمش رو بهتر کنه. تو این قسمت میفهمیم که آنتیکلو اسم یه شخص نیست، هر نسل آنتیکلوی جدید داره که مدیر عامل شرکت هم هست. تو این قسمت میبینیم که فلیسیتی کارو به این مقام میرسه و عشق بچگیش رو تو حالتی پیدا میکنه که یه قربانی دیگه از سیستم سرمایه‌داری و دروغای بزرگش شده. قسمت 10 مگامن شروع. این قسمت بر اساس داستان کلاسیک مگامنه که تو سال 1987 ساخته شده و میشه گفت یه جورایی داستان شکل گرفتن این کاراکتر رو نشون میده. تو این قسمت میبینیم که راک، یه ربات شبیه پسر بچه، چطوری از دستیار آزمایشگاهی دکتر لایت به قهرمان شهر تبدیل میشه. ماجرا خیلی سریع شروع میشه، طوری که اصلا فرصت نمیشه حسابی با شخصیت بد داستان آشنا بشین. تو این قسمت راک بیشتر وقتشو درگیر نبرد با ربات‌های بزرگ بمبند میشه، ولی دشمن اصلی دکتر وایله، کسی که خودش تو این قسمت دیده نمیشه، اما با پهپادهای عنکبوتی شکلش میخواد ربات‌های آزمایشگاه رو تحت کنترل بگیره. دکتر وایلی یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های دنیای مگامنه. اون و دکتر لایت قبلا توی مؤسسه علمی با هم دوست بودن و داشتن واسه دکترا درس می‌خوندن، اما وایلی وقتی دید پروژه بزرگش توسط این مؤسسه رد شد و تحقیقات دکتر لایت کلی تحسین شدن، حسادت کرد و از اینجا به بعد دشمنیشون شروع شد. وایلی رفت تو سایه‌ها یه کارخونه مخفی ساخت ربات زد و شروع کرد به نقشه کشیدن واسه سلطه به دنیا، در حالی که دکتر لایت هم به کار خودش ادامه داد و یه تیم از ربات‌های هوشمند ساخت. حالا تو اولین بازی مگامن، وایلی نقشه‌هاشو عملی میکنه. ربات‌های دکتر لایت رو دوباره برنامه‌ریزی میکنه و اونا رو به جنگجوهای شرور تبدیل میکنه. تو این قسمت از سیکرت لول هم این داستان رو میبینیم، جایی که پهپادای وایلی میخوان بمبن و هک کنن و حتی راک رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن. قسمت 11 خروج. اودیسه یکی از مهمترین اپیزودهای سیکرت لول به حساب میاد، چون داستانش تو دنیای بازی خروج اتفاق میفته، یه بازی که هنوز منتشر نشده، ولی یه تریلر جدید همزمان با این اپیزود منتشر شد که کلی هیجان ایجاد کرد. قسمت 12 شمارش. قسمت شمارش بر اساس بازی اسپلانکی ساخته شده، یه پلتفرمر روگلا که از قارنوردی‌های ایندیانا جونز الهام گرفته شده. داستان درباره آنا، یه زن جوونه که داره با 1000 توی کشنده مقابله میکنه. یه داستان الهام بخش از یه دوستم باعث میشه که اون هیچ وقت تسلیم نشه. دو شخصیت اصلی این قسمت، آنا و لیز، از بازی اسپلانکی 2 میان. آنا اسپلانکی شخصیت اصلی بازی اول یعنی اسپلانکی گای هست. بعد از اینکه پدرش ناپدید میشه، آنا به ماه سفر میکنه تا اونو پیدا کنه. بازی اسپلانکی 2 هم روی ماه اتفاق میفته و این قسمت از سریال هم ظاهرا تو همین مکان جریان داره. البته این قسمت خیلی به داستان پردازی سنگین نمیپردازه و بیشتر تمرکز روی گیم پلی و الهام گرفتن از فضای بازیه. قسمت 13 کشتی بیرحم. این داستان درباره کسیدی، کاپیتان سفینه ایمپلیسیبل و خدمه‌اش روایت میکنه که پلن سرقت نقشه‌های کهکشانی رو میریزن. این نقشه باعث آزاد شدن سفرهای بین ستاره‌ای شد و گروهی به اسم فریگانرز هم به وجود آورد. گیلد و ماجراجویی‌ها. گیلد دشمن اصلی داستانه، یه امپراتوری که با کنترل مسیرهای امن سفر کهکشان همه چی رو تحت سلطه خودش گرفته بود، اما سفینه ایمپلیسیبل این محدودیت رو با دزدیدن نقشه و توزیع رایگانش شکست. طوفان‌های کهکشانی. طوفانی به اسم تمپست کهکشان رو به 2 بخش تقسیم کرده بود و مسیرها رو خطرناک کرده بود. نقشه دزدیده شده راه‌های امن عبور از این طوفان رو مشخص می‌کرد و به گروه‌های کوچیک مثل فریگانرز اجازه داد تا آزادانه تو کهکشان سفر کنن. این قسمت مقدمه بر داستان بازی کانکورد بود که اگه کنسل نمی‌شد، قرار بود ماجراجویی‌های این گروه کامل‌تر نشون بده. قسمت 14 راه همه چیز. این قسمت از بازی موبایلی آنر آف کینگز الهام گرفته شده، یه بازی 5x5 سبک موبا که توسط تنسنت گیم منتشر شده. دنیای این بازی از اساطیر چینی الهام گرفته شده و با دنیای فانتزی و علمی تخیلی ترکیب شده. قسمت آخر تحقق. این قسمت از سیکرت لول برخلاف بقیه قسمت‌ها تو دنیا هیچ بازی خاصی نیست، بلکه توی دنیای جدید با محوریت ربات‌های هوشمندی به اسم بودیباته.
کاراکتر اصلی این قسمت یه پیک به اسم اوه که باید یه بسته رو به خونه دوران کودکی خودش ببره. اما سفرش پر از اتفاقات غیرمنتظره و اشاره به شخصیت بازی‌های پلی‌استیشن. تو این قسمت او با شخصیت‌هایی از بازی‌های مثل هل درایورز 2، شادو آف د کلاسز، گاد آف وار راگناروک، لیتل بیگ پلنت، جرنی و گوست سوشیما روبرو میشه. هل درایورز اولین حضور رو دارن، تیمی که با زره و اسلحه‌های آشنای بازی دنبال بسته هستن. گایوس از شادو آف کلاسز هم حضور داره، اما برخلاف بازی او از روی شمشیر سنگیش موتورسواری نمیکنه. کریتوس با تبر معروفش یه حمله سنگین یخی اجرا میکنه، ولی اشاره دیگه‌ای به راگناروک نمیبینیم. سکبوی از لیدل بیگ پلنت 2 بار دیده میشه، یکی تو هوا و یکی نشسته روی نیمکت. قهرمان جرنی هم توی خیابون قدم میزنه. جین ساکای از گوستاف سوشیما هم یه حضور کوتاه داره، اما خیلی در پس زمینه و خارج از فوکوسه. حتی صحنه که تو تریلر دیده میشد که شمشیرشو میکشه تو قسمت نیست. برای طرفداران گوستاف سوشیما این حضور خیلی ناامید کننده است. تمام دیگه، ما بریم. بله بفرمایید. مرسی. لایک فراموشتون نشه، سابسکرایب هم بکن.